خب سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که حال شما خوب باشه و مثل همیشه یه آموزش خیلی جذاب و باحال داریم که مطمئنم خوشتون میاد. من آموزش بی خود و بی جهتی سعی میکنم که نذارم. خب حالا در مورد چیه؟ ببینیم من توی 2-3 تا ویدیو قبل یه هوش مصنوعی معرفی کردم که شما میتونستی مدل خودتو بسازی، یعنی 4 تا عکس، 10 تا عکس، 20 تا عکس از خودت بهش بدی و اون برات کارو در بیاره و هرچی از اون بعد بهش بدی با عکس تو، با قیافه تو، با بدن تو، حتی مثلا با هر لباسی تو بهش بگی بسازه. خب این هوش مصنوعی بود. آموزشش هم میتونید ببینید. البته اون نگاه کنید، مثلا من یه مثالی رو بهتون نشون بدم. من مدل خودم رو ساختم، بعد بهش گفتم آقا یه عکس به من بده کنار دیوار، مثلا بیا اینجا هست دیگه. خب یه عکس به من بده مثلا پشت داده به دیوار. خب حالا این عکس هم شاید دختر شده، کاری نداشتیم، ولی خیلی قویه، خیلی واقعی میسازه، درست کار میکنه و برای کسایی که تولید محتوا میکنن فوق العاده است. یعنی خوب نیست، فوق العاده است. اوکی، حالا داستان امروز ما دیگه چیه؟ این هوش مصنوعی عزیز ما توی قسمت مدل‌هاش که بریم، علاوه بر قسمت تصویری یه قسمت صوتی هم داره. یعنی شما میتونی با این قسمت صدای خودت هم مدل سازی بکنی و بعد این هوش مصنوعی عزیز ما با صدای شما همه کار کنه. یعنی شما صدای خودو که داری، مدل خودو ساختی، بعد بهش میگی بیا با مدل من فلان آهنگو بخون، بیا با مدل من فلان متنو بخون، بیا با مدل من فلان صدا رو دوباره بگو. خیلی کارهای خوب میشه باشه، بازم برای محتوا سازا فوق العاده است. اوکی، حالا ما امروز اینجا میخوایم این مدل خوشگلی رو با هم بسازیم و تست کنیم. تمام. خب حالا بریم سراغ آموزش. مثل ویدیو قبل شما این بالای گزینه ساینین داره تو صفحه اصلیش، میزنین وارد میشن. نمیخوام وقت ویدیو رو بگیرم، مثل همون ویدیو قبل وارد میشین. وارد که شدین خدمتتون عرض کنم اینجا توی این صفحه از گزینه ترین مدل استفاده میکنین، روش کلیک میکنین، خیلی راحت. اینجا چند گزینه داریم ما. وایس مدل رو انتخاب میکنین. حالا اینو که اومد این تیک میزنی، این لیتس کن هم میزنی. اوکی. خب اینجا جای اصلی چه رسیدیم به اصل داستان. ببینید شما اولین قسمت میاین اطلاعات مدل رو بهش میدین. آقا اسم مدل چیه؟ حمید رضاست مثلا. خب دیسکریپشنش یه توضیح کوتاه بدین. آقا این برای استفاده شخصی منه، این بنویسین دیگه، برای استفاده محتواسازی من، یک مرد 49 ساله مثلا. خب بعد از این قسمت روش کلیک کنین، یه دونه از عکساتون رو انتخاب میکنین به این شکل. حله دقت داشته باشین، فیلتر شکنتون هم باید خوب باشه. این سایت فیلتر شکن قوی نمیخواد، ولی با هر فیلتر شکنی باز نمیشه. خب این شو قسمت اول. خب حالا میرسیم به قسمت دوم. اینجا اصل کار ماست. شما از این قسمتی که اینجا اومدی باید صدای خودت رو کمش 3 دقیقه، دقت کن، کمش 3 دقیقه از صدای خودت رو اینجا بهش بدی. نکس رو که بزنی اینجا میگه آقا صدای خودت بده من، روش میزنی، میای صدای خودت رو انتخاب میکنی. حالا صدا گرفتن هم که کاری نداره، با گوشیت زحمت میکشی، میری داخل رکوردر گوشیت، اونجا دکمه رو میزنی، 3 دقیقه 4 دقیقه صحبت میکنی، یک کتاب میگیری میخونی. دسته کتاب که میدونم نمیخونی، ولی یه باری که شده به خاطر من 3 دقیقه برو یه رمان بخون، ازش ضبط کن، همونو میاری زحمت میکشی میدی به این. اگرم به مشکل خوردی میتونی تو اینترنت سرچ کنی تبدیل
ببین سایت تبدیل نمیدونم M4A یا هر فرمت دیگه که موبایلتون بهتون داده آخرش نوشته میشه .M4A .mp نمیدونم فلان. اگه MP3 نبود شما میگونید به MP3. حالا من تا اونجایی که میدونم این سایت خودش اکثر تبدیلات میخواد. اینو که بزنی برای سایت‌های باز میشه خیلی راحت میتونی تبدیلات انجام بدی. حالا کار به اون قضیه من اصلا ندارم، نتم ضعیفه برش کن. خب اینجا حالا اون صدا میره تو کامپیوتر یا داخل گوشیت فرقی نداره. اینجا به انتخاب میکنی، البته یاد باشین قسمت اول رو باید رد کرده باشی. به اینجا اینو انتخاب میکنی، اون صدا رو اینجا وارد میکنی. دقت داشته باش شما میتونید 2-3 تا صدای جدا هم بهش بدید، نوبت انتخاب میکنی. گرفتی چی؟ چون من اگه وارد آهنگام بشم اینجا مثلا من میتونم اینجا 2 تا صدای مختلف اینجا بهش بدم. خب داره مثلا آپلود میشه، ساب میکنی، آپلود که شد دقیقاً از این بیلبیلک پر میشه. هرچی این بیلبیلک نزدیک باشه به آخر یعنی شما صدای بیشتری بهش دادی، کار مسلماً بهتر در میاد. اما نمیشه کمتر از 3 دقیقه باشه، اینم یادت بمونه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی زحمت میکشید دکمه استارت ترینینگ رو میزنید. بذار الان من فایلم آپلود بشه، بعد من میاد من بهتون نشون میدم. خب به همین زیبایی آپلود شد، خیلی هم زیبا. الان اینجا کارمون تموم شد. اینو که ببندیم اینجا استارت ترینینگ داریم. برای من دکمه نداره. چرا آقا چرا دکمه نداره؟ به خاطر اینکه من یکی اینجا ساختم. اوکی؟ شما براتون مطمئنا اینجا دکمه داره. این دکمه رو میزنید، استارت ترینینگ رو میزنیم، براتون شروع میشه. خب اگر هم ترجمه این رو ببینی میگه به دلیل درخواست زیاد فعلا موقتا اینو ما برای افراد رایگان فعلا برداشتیم، ولی مطمئن باشین چرت و پرت میگه. من آخرین باری که تست کردم 2 روز پیش بوده و مطمئن باشین به شما این امکان رو، این آپشن رو میده. و اگر هم نداد کامنت کنید، من خودم فعلا در میارم براتون. خب حالا بریم تست بگیریم. من یه مدل از قبل ساختم 6 ماه پیش. حالا میریم با اون مدل من تست کنیم ببینیم آقا اصلا تو فایدهش چیه اون این کاری که ما کردیم. خب من نمیخوام وقتی ویدیو رو بگیرم، واسه همین یکی از تستایی که قبلا زدم رو با هم دیگه گوش میکنیم. خب حالا روش ساختش چطوره؟ بعد از اینکه مدلتون آماده شد این قسمت مای مدل زوم بک اگه بزنین، خب اینجا وایس مدل انتخاب میکنیم. مدل شما اینجاست. بعد از اینکه ساخته شد میاد اینجا. حالا شاید نیم ساعت، 1 ساعت تا حتی 2 روز شاید طول بکشه، عجله نکنین. حالا از این قسمت بالا کرییت رو میزنین. یکی از راهاش، یکی از راه دیگه‌ش هم اینجاست، کرییت و وایس کاور. وایس کاور رو حواستون جمع باشه. حالا من از اینجا میزنم، کرییت رو میزنم. حالا اینجا مدلی که داریم انتخاب شده، پس چی؟ نکس رو میزنیم. میگه آقا شما اون صدایی که دوست داری صدای شما بدگوش رو وام بده. من اینجا آهنگ هر کاری کنم براتو دادم از چایان. شما میتونی آهنگ تتلو بدین، کاری که من قبلا کردم. نگران نباشی، من قبلا این کارو کردم، 10 با این کارو کردم. من برای خودم خواننده‌ام. حالا اینو که زدین دوباره نکس میزنین. مرحله آخر این کرییت رو میزنین. این دیگه تخصصی ما کار نداریم، به گاف نمیدیم اینا رو. شما همین کرییت رو میزنین. اگرم دوست داشتین خیلی میتونین باش بسازین، میتونین اینا کم و زیاد کنین، اینا سیخ بدین و ببینین نتیجه چی میشه. من همینو مستقیم رفتم کرییت رو زدم. بعد از کرییت ساب میکنین براتون ساخته میشه. حالا کجا میاد توی مای کرییتیشنز، کاورز، دقت کنین کاورز، و اینجا میاد دیگه. الان شما فکر کن من 2 بار این ساختم با امی تتلو خوندم روی صدای خودم. از این بغل هم این 3 نقطه رو بزنین یه دانلود کوچیک میبینین، اینو بزنین دانلود میشه، خیالتون جمع باشه. حالا براتون پلی هم میکنم. این آهنگ اصلیه که قبل از اینکه من بزنم خرابش کنم، یعنی من روش بخونم بوده، یعنی با هوش مصنوعی. آهنگ اصلی خواننده رو گوش کنیم اول.
من ازت دروغ شنیدم، غرق کردی کشتیامو روونی، هرچی بخونم واسد تو به چشت نمیاد، نمیزنی رو حرفم حرف. خب حالا بریم موزیک بنده رو گوش کنیم. من ازت دروغ شنیدم، غرق کردی کشتیامو، تو انگامو در زدی، مشکل داری عشقم با من چه داری، میذاری میری از پیشم من راحت، من برام جذابه حتی مدل خندیدن. خب دیدین که من 10-0 خواننده رو شکست دادم. فدای شما، مرسی که شما هستین. همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین، کامنت بذارین برای من، آموزش هایی براتون میذارم که عشق کنین، همتون یه بار خواننده بشین. اون آموزش تصویری که گذاشتم براتون از همین سایته بوده دیگه. شما توی اون آموزش همتون مثل من یه پا مدلینگ شدین، عکس‌ها رو نگاه کن، خودمون مدل شدیم هممون دیگه. الان هم با این آموزشی که امروز گذاشتم هممون خواننده شدیم. آقا دم من گرم. سابسکرایب یادتون نره. عشق منین. فعلا.